نمونه معنویت سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که فرزند امتش را از جوهرات تلقوت و علوم العلم اشاره نمود. اما بعد شاعر که زیبا می‌سراید: هر روز من از روز فقیه یاد کنم، هر روز من از روز فقیه یاد کنم و درد گناه هزار فریاد کنم. از ترس گناه خود شرمندگی، از ترس گناه خود شرمندگی، از یاد او خاطر خود شاد کنم. ای نسخه نامه الهی به توی، ای آیینه جمال شادی به توی. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی به توی. احضار گرامی و طالبان علم ادب، ثانیاً از خلال‌ورزی شماره کانون علمی تشکری میکنم و سپاس فراوان از استاد دانشمند و متدین ما استاد محمد فرید یعقوبی که به بنده وقت محدود را انتخاب فرمود تا سخن چند پیرامون این فضیلت زیبای الهی که آموزان است برای شما ایراد فرمودند. قبل از اینکه درباره بحث درباره این موضوع صحبت کنم، لازم است تا برای شما تعریف اسلام کنم. اولا یه اسلام بی‌ذات معنا و مفهوم و مثال‌های کنم و دانشمندان و محققین اسلام چی گونه نظریات را در رابطه با این فضیلت زیبای الهی ایراد فرمودند. مثلا دانشمندان و محققان در رابطه با این فضیلت زیبای الهی نظریات متعدد را از منابع مختلف ایراد فرمودند، ولی ما باید تعریف عام و جامع از کتاب علم حال و پیشش برای شما بیان می‌کنیم که ایمان را تعریف می‌کنند که ایمان و قبول و تصدیق کلام آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداوند به آورده و تصدیق کردن ایمان گفته می‌شود. ایمان عبارت از تصدیق و فقط به کسی که در زندگی فعال با مرد و با معامله اسلامی بشود. کلمه شهادت را به دل و زبان تسلیم کردنش ضروری و شرط اساسی ایمان است که ما دو چیز خیلی ها عمده و اساسی در ایمان میباشد. یکی ایمان